تشویش هم نداشت. گفتم ما نماینده رئیس جمهور بود و از وزارتی چی میگن مجلس کارهای داخلی رسپولیک تو از کمیته تو خیرات کردن از طرف بردن. گفتم بایشون التماس محمد است که از بالا تنگب بسیار است و بچه ها را بریتی مسجد نبیام تا 16 ساله را کمیته را ما تو چند شما رو کی پیش مرمون کردن؟ سپارش بالاست بود سپارش بالا میده. اون گفتم من آقای بالا فرمان داد از خدا که بنده های منو به مسجد دعوت کن. وقتی که شما از بالا تو میترسه اینجا بودیم من از بالا منو میترسم که فقط مو پیش وایدی چی جواب میتین. نوای وظیفه من جوانان رو به مسجد جلب کردن. وظیفه شما گفتم رادیو داره تلویزیون داره با گفتم رنگ خودم با شما هم داره گفتم داملا. من یارو گفتم فتوا برارم رنگ زن کارو من کنم بچه‌ها رو من کنم. اما من گفتم من نمیکنم وظیفه من دعوت کردم. پیغمبر گفته 7 ساله شد بچه‌ها تا نماز خوان کنید 10 ساله شد که مسجد برید. من مسجد جلب شدم. شما بودم که من کردم. اما من این کار نمیکنم. تلویزیون داره رادیو داره. خوب هوای شما گفتم اما ما وظیفه من کار نیست. تو من مسجد در کار باشه که سخت سر من بذار من خطیبی توجه. اگه من هرگز این کار نمیکنم. من زمان خدایی که خوجین شما رو خدا شناسه از من میترسم. این از من چشم امید نکنید. اشتراک داشته آها خیلی نه مجلس رایونی بود نداشت. رایونی نه اکم آده میرو مجلسش. یا با رفتیم جمع شدیم. من هم ندادم دیروزو. همین بار اول رفتیم. یکم بار رئیس پاکم نام شده. ما رو فریاد کردن هم مرا رئیس جماعت و مقای اومد حاضر نره نمیشه. همین مجلس که شده سیروش که یه آدم اکوایون خیست. دست یک کاغذ بود تاثیر همین رئیس بود جناب رئیس بود. همین نمیشه که همین از آنها را خیلی مرادیان من کنیم. چطوری قوقا میکنه هم مجاده. همین از آن گفت شما نگاری که من غذام خیست. اصلا ویران شد. ما تو خود کیه وقت گو کی رئیس تکاوی بود. تو رو جون دادو آدم از بین شد. ما دونه اول گو کیه؟ با خیلی نشالی مجلس رایون. ما دونه اگر تو عروس میشدی من در جواب گفتی قبل نمیگرداندم. عروس میشدی اگر من گذراندم. وقتی که تو مسلمانی از پدر و مادر مسلمان شدی بودن حیف هم پدر و مادری که تو رو مسلمان تربیت کرده که از کلمه الله اکبر بلند برآمده تو میترسید. خواهشمون خواهید نخواهید گفت این منصباتان این حکومتاتان روز به خاک یکسان میشه شما پیش خدا میرید. امروز در کریم گفتم از کلیساشون شما از آواز اذان تا میترسید. جنگ شما رئیس میگه این دولت قانون داره من قانون وقتی که قانون دولت خلاف کرونا ما قانون قبول نداریم. دیدم را بالا گفتم رو دانم میدن جمع شد دو مسلمان از اذان ترس از آلی هم گفتم به آواز اذان از که فیض برکه در اینجا است و ایلا گفتم اذان که تمام شد دانه که عذاب خدا بالا تانده میبیام خاطر که جمع کنید نه نچنی مدرسه گید بکار میرم گفتم نه خودینی بالا گید